اکثر ماها متوجه این شدیم که بعد از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، رژیمی که اکثرشون هم اتفاقا ایرانی نیستن، یهو شروع کردن به ایران گفتن. به نام ایران به کارزار همبستگی ملی پاسداری از میهن پیوستم. ما دیگه آخوند و غیر آخوند نداریم، بی حجاب و با حجاب نداریم، چپ و راست نداریم، اصلاحگرا و اصولگرا نداریم، ارزشی و غیر ارزشی نداریم. ما همه یه وطن داریم، اونم اسمش ایرانه. در حالی که رهبر مجتمعین پیشتر همچین نظری داشت. Today, as an Iranian, my words address to the media outlets like Reuters, BBC, Fox News, and all others who immediately broadcast the news if someone in Gaza even farts. But the people of Iran have come to the streets again and again to fight for freedom. They have been arrested, killed, and executed. And now, once again, for so many times over. وارد سال 2026 شدیم. هموطنان ما کف خیابون با جونشون بازی میکنن. اروپایی‌ها جشن سال نو میگیرن. به امید آزادی ایران، به امید شادی مردم ایران، به امید اینکه یه همچین جشنی در میدون شهیاد تهران داشته باشیم. پاینده ایران جاوید شاه. ایرانی شد. امروز نوبت ما که بگیم مرگ بر دیکتاتور، 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 مرگ بر دیکتاتور. تو این دانشگاه فقط دانشجو نیست که صدا داره، استاد، کارکنان، حراست. بچه‌های تهران و کرج، بچه‌های پایین شهر، التماستون میکنم بلند شید، غیرت نشون بدید. من خودم بچه پایینم، جوون 35 ساله، تهش یه موتور زیر پاشه. مگه نمیبینید جوونیو ازمون گرفتن؟ مگه نمیبینید زندگیو ازمون گرفتن؟ چیو تماشا میکنید که چند روز بچه‌های شهرستان کف خیابون سرویس شدن، دارن میجنگن برای آزادی، برای شکم گرسنه‌شون، برای جیب خالیشون. پاشید غیرت نشون بدید. این آقایی که دارین تو تصویر میبینین، پرچمش هم اینه، تنها کسیه که آخونده ازش میترسن. پس الان نوبت ماست که ازش حمایت کنیم. اولین حمایتی که میتونیم بکنیم این که صفحه اینستاگرامیش رو فالو داشته باشیم. وقتشه که ترس رو کنار بذاریم، تابو شکنی کنیم. هممون 90 خورده میلیون ایرانی هست. نشانه های پایان جمهوری اسلامی وقتی است که ترس مردم و جامعه تبدیل به خشم میشه و اعتراض از یک کنش مقطعی سیاسی تبدیل به یک فرایند روزمره و مستمر میشه. هنگامی که شکاف بین خواسته های مردم و توان سیستم به نهایت میرسه، اعتراض و براندازی تبدیل